چینی‌ها میگن این هوش مصنوعی نه تنها میتونه جایگزین چت جی پی تی بشه، بلکه امکانات زیادی در زمینه تصویرسازی نامحدود در اختیار ما میذاره. از طراحی پوستر و لوگو گرفته تا ویرایش تصویر و ساخت عکس‌های زیبا برای فروش محصولات آنلاین. ارنی محصول شرکت بایدو هست، همون غول موتور جستجوی چینی، و خودشون ادعا کردن بسیار فراتر از مدل‌های غربی کارایی داره. اما آیا این ادعا واقعیت داره؟ ابتدا از طریق این آدرس میتونید به ارنی دسترسی پیدا کنید. به جز بخش چت با هوش مصنوعی، در قسمت ریدینگ و رایتینگ کارهای مختلف میتونه انجام بده، مثل بهبود متن، خلاصه سازی و نوشتن مقالات آکادمیک. ولی ما با بخش پینتینگ که تصویرسازی هست کار داریم. این بخش امکانات بسیاری با قالب‌های آماده داره. قسمت بالایی مربوط به ویرایشه، گزینه‌هایی برای حذف یا ادیت بخشی از تصویر یا تغییر سبک عکس، مثلا از واقع گرایانه به کارتون، یا حتی تغییر تصویر زمینه. بخش پایین‌تر گسترده‌تره و قابلیت طراحی لوگو، تصویر محصول، ساخت پوستر یا آرتورک برای تولید نقاشی آبرنگ و آثار هنری. برای تست اول وارد بخش ریموو میشم. به محض کلیک میخواد تصویرم رو بهش بدم تا بارگذاری کنه. میخوام در این تصویر یکی از پرنده ها از عکس حذف بشه. بعد از بارگذاری با ابزار براش اونو کاملا مشخص میکنم و این پایین روی دکمه اریز کلیک میکنم. نتیجه این ادیت بسیار عالیه و خودش پرنده رو با پس زمینه جایگزین کرده. برای تست بعدی میخوام تصویر زمینه این عکس رو تغییر بدم. بعد از کلیک روی بخش مورد نظر خودش یک متن از قبل آماده کرده که جای بک‌گراند رو خالی گذاشته. می‌نویسم A big mountain به معنی یک کوهستان بزرگ و در ادامه کلمه کاراکتر رو هم به متن اضافه می‌کنم که شخصیت ما ثابت باقی بمونه. نتیجه اصلا خوب نیست چون نتونست شخصیت ما رو حفظ کنه. تست بعدی تغییر سبک تصویر هست که میخوام یک کاراکتر غیر انسان که در این عکس تصویر واقع گرایانه یک شیر داخل جنگل هست رو به سبک استودیوی جیبلی تغییر بدم که همین چند وقت پیش ترند شده بود. نتیجه این تست هم بد نیست. دقت کنید که حتی برای ادیت تمام تصاویر رو مدل دوباره تولید میکنه، نه اینکه افکت به تصویر ما اضافه کنه. میرم سراغ منوی دوم. تست اول پروداکت ایمیج که تصویر یک محصول رو تولید میکنه. چند تا قالب آماده داره که میتونید روش بزنید و در متن آماده شده فقط نام محصول و برند رو بنویسید. من میخوام از بخش چت خود ارنی کمک بگیرم تا پرامپت واسم بنویسه. برای همین یک نیو چت باز میکنم و بهش میگم من میخوام با پینتینگ تصویر محصولم رو درست کنم، یک پرامپت بنویس برای ابعاد عمودی. محصول من عطر اتکلونه و نام برندی که انتخاب کردم مثلا برتر هست که باید بزرگ و با طرح استادانه روی شیشه اتکلون حک بشه. میخوام اندازه بطری 100 میل باشه. نوشته‌های نامفهوم جز نام برند روی بطری نباشه. خب پرامپت فارسی نوشته، ازش میخوام انگلیسی باشه. برمیگردم به بخش تولید تصویر محصول. پرامپت بهش میدم و منتظر میمونم تصویر رو تولید کنه. نتیجه کار به نظرم خوبه. هر دفعه 4 تصویر برای ما میسازه. تست بعدی میخوام طراحی لوگو باشه. دوباره همینجا یه چت جدید ایجاد میکنم و بهش میگم که پرامپتی بنویسه برای طراحی یک لوگوی گرافیکی با المانهای هوش مصنوعی برای تصویر پروفایلم در یوتیوب. نام کانال یوتیوبم هم بهش میگم. باز هم پرامپت انگلیسی نداد، ازش میخوام که بنویسه. اینم به بخش لوگو دیزاین تا تصویرم رو تولید کنم. نتیجه گرافیکی خوبه ولی متنی که در واقع نام کانال بود رو اصلا توی تصویر لحاظ نکرده. مشخصه که با پرامپت‌های طولانی مشکل داره و چند درخواست همزمان رو نمیتونه توی عکس اعمال کنه. برای آزمایش آخر ازش میخوام پرامپتی بنویسه برای طراحی پوستر بلک فرایدی. این بار ایونت پوستر رو انتخاب میکنم و پرامپت رو بهش میدم. نتیجه کار راضی کننده است. این یکی رو به نحوه احسن انجام داده. طبق تجربه‌ای که توی این چند روز ازش به دست آوردم، برای رسیدن به نتیجه مطلوب در هر بخش از کار باید چندین بار ازش خروجی بگیرید. با پرامپت‌های مختلف، حتی اگه لازم شد خودتون پرامپت رو دستکاری کنید. نامحدود بودن درخواست‌ها واقعاً کمک بزرگیه. تصاویری که ابتدای ویدیو دیدید رو هم با همین ارنی درست کردم. تصمیم گرفتم یه تست دیگه ازش بگیرم، ولی این بار پرامپت رو دادم چت جی پی تی نوشت برای ساخت یک تصویر بک‌گراند موبایل. خب تصاویر خوبی تولید کرده، ظاهراً با پرامپت‌های دیگران عملکرد بهتری داره.
در کل همین چند تست نشون میده که ادعای سازندگان ارنی چندان واقعی به نظر نمیاد. دلیلش هم واضحه. مدل عمدتاً روی دیتای چینی آموزش دیده، در حالی که امثال چت جی پی تی از دیتای جهانی استفاده میکنن. به نظرم چه در بخش چت و چه تصویرسازی فعلا نمیتونه با مدل‌های غربی رقابت کنه. باید دید در آپدیت‌های بعدی چه تغییراتی خواهد داشت. با این حال با توجه به امکانات نامحدود و رایگانش میتونه ابزار دم دستی خوبی باشه. به هر حال از قدیم گفتن دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن.